سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به یک دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. امروز اومدیم باغ، جای همه عزیزان خالی، هوا خیلی خوبه، گفتیم بریم باغ. امروز نهار اینجا هستیم. امیدوارم که بتونم ولاگ عالی واسهتون بگیرم. خب بریم ببینیم که آقا جون از صبح اومده اینجا. بریم ببینیم که چیکار داره میکنه. درختای زغالخته همینطوری که میبینید شکوفه داده. خدا کنه که دیگه برف نیاد، چون اینجاها برف میاد. این آتشایی که اینجا میبینید آقا جون روشن کرده، اینا برگا و درختایی که تو فصل زمستون جمع کرده بود. سلام به مامان فریبا. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. ممنونم، شما خوش اومدی. فدات بشم من عزیزم. فاطمه داره از گل بنفشه ها. فاطمه ببینم داری بنفشه جمع میکنی؟ آره یه چای خوشمزه دم کنین. انشالله. تو این فصل بنفشه خیلی زیاده اینجا. اینم آقا فرهان گل. بعضی از درخت‌ها شکوفه دادن. ببینیم که بچه ها دارن چیکار میکنن. سلام بچه ها، چیکار میکنی؟ بنفشه میکنیم. ایلین شما هم دارین بنفشه میکنی؟ آره. آی قربونش بشم. ببینم به چه رنگی. ایلین خانم بیاره ببین. اونا نه، اونا نیستن، فقط بنفش. سلام آقا. Yorumi sen. Başladılanam, qurbanam. Necəsən, yaxşısan? Allah səni saxlasın. Olağı yandırmısan, hə? Ağa, şükufə verənlər nə mənə ağaçlardır? Şükufələr nə? بادام ağacı. بادام. درختایی که شکوفه دادن درختای بادام هستن. سلام یورو میاسن. Sağ ol Fatıma. Kiminle böyle? Allah bağı abad eləsin. Selamet olun. Ömrü uzun عزیزم. سامیار نرو، خطرناکه سامیار. احمد سامیار رو باخ. سامیار سلام عزیزم، بیا اینجا. اینا خطرناکه، میبینی اینا رو با بزرگ روشن کرده، اینا آتیشه. بیا. چی کار میکنی؟ سامیار به من نگاه کنم. عمه فدات بشه. خوبی؟ خوبه. بیا بریم شکلات بدم. بابا. بابا آره. بابا. چیکار میکنی؟ یونجه نشسته؟ بیا نمک. بابا اینجا چیزی نداره، دود ماشین نیست. با آب تمیزم. ول کن بابا، تمیزه. سلام عزیزم. سلام آبجی گلم. سلام فدات بشم. من خوبی؟ قربونت خسته برم. نباشی. سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزه. ممنونم عزیزم، بزرگی. صفا باشه همیشه. به 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 به. میتونم ازت یه سوال بپرسم؟ بفرمایید. چرا از شمال ویلا نگرفتین اومدین مثلا سمتای شمال. تبریز؟ آره چون شمال به تهران نزدیک بود دیگه نسبتا. ما فقط به وطن فکر کردیم. آها دوست داشت. اونجا که به دنیا اومدیم خاطره های خیلی خوبی داریم از بچگی تا حالا. بازم همش خاطره است.
آقا چند سالگی از اینجا رفتی تهران؟ من چند سالگی از 17 سالگی آها. سال 50 49 ششم ابتدایی رو تموم کردم. بعد سال 50 رفتم تهران. 56 از دهات کلا رفتیم تبریز. آره. 73. آره 73. 73. آره 73 شما کلا رفتین تهران. 70 آخرای 73 بود فکر کنم. بله. ما فکر کنم 54 اینا هم. بعد چند سال اومدین اینجا با اینا خونه خریدین؟ بعد از فکر کنم 30 سال بعد از اومدین اینجا. دستت درد نکنه واقعا. مرسی. میاییم اینجا. دهاتی که اومدم اینجا خونه ساختم فقط برای بچه هام که بیان اینجا. واقعا یه روز 13 پدر رفتیم هیچ جا رو پیدا نکردم. نکردیم. آره اومدیم این باغچه رو خریدم. فدات بشم قرار من. بود شمال بخره یا دماوند بخره آره که خودش گفت اینجا بیشتر به میچسبه. آره دستش درد نکنه. ایشالله که همیشه تن سالم باشه. بابا یه زن به مادرت به عجب بویی داره این برگا. برگای گردو هستن. آره آقا جون همشون برگ گردو هستن اینا. مواظب من موهات باش. کافیه دستت درد. آقا اینا رو واسه چی میسوزونین؟ اینا رو میسوزونم کود که همه آشغالی از بین بره. کودش هم میریزم پای درخت ها. دودش هم به درخت ها منفعت داره. همه چیزش مفیده برای درخت. خیلی هم عالی. آقا رامین هم مشغوله. ماها رو ردیف کنم یابجی. دستت در نکن. اول یه چای بخوریم. آره چای الان جوش چای میاد. بنفشه بخوریم یه دونه. بریم ببینیم مامان و بهناز چی کار میکنن. دیگه از فصل پاییز رفتن. اینجا همین جوری مونده. داری خونه تکانه میکنین. آره دست شما در نکنه. بهناز دستت در نکنه. بچه هم دارن اینجا عکس میگیرن. خب فکر کنم همه دیگه خاصیت این بنفشه ها رو میدونن چیه تو این فصل. دم کنیم یه چایی بخوریم. این بخاری سنتی رو روشن کنم. میام عزیزم میام. اینم از این. دستت در نکنه. مرسی عزیزم دستت در نکنه. انشالله که همیشه تن سالم باشه. سلامت باشی عزیزمی. انشالله که سایه آقا و ماما همیشه بالا سرمون باشه. اینجا فقط واقعا دست جمعی میچسبه تن. دست همگی درد نکنه. خوشی دارم چیپس و مفت برای سامیان برداشت. الهه نه تو که داری این من که
دستت در نکنه عزیزم. مرسی. اسفند برای همه عزیزانم، برای دوستای گلم. انشالله که همتون از چشم بد به دور باشین. بهناز میخواد واسمون آش دوغ زغالی درست کنه. ای والله. اول برنجش رو ریخته. کم کم داریم وسیله ها رو جمع میکنیم که برگردیم خونه. آقا جونم اینجا هرچی آشغال بود جمع کردیم، گفت نبریم بالا، اینجا میسوزونم. هرچی پلاستیک و بطری بود همشون رو اینجا، دستش درد نکنه، سوزون. نام اونجا مشغول درست کردن آش دوغن. این صدا تو رو یادت کجا میندازه؟ یاد زمستون میندازه، موقع امتحانات. آقا خوابت میاد، بغل گرمم بخاری. هست، یه لحاف هم انداختی رود خوابیدی. بغل اون صفر بخاری. ارزش داره. جای همتون خالی.